خدمات علاقه تاجیکستان به تمام مرکزهای دیلری دستور داده است که فعالیت نقطه‌های فروش سیم کارت‌ها را موقتا قطع کنند. بر اساس دستور خدمات علاقه که 30 نوامبر صادر شد، از صبح امروز 1 دکبر فعالیت تمام مرکزهای دیلری قطع شده است. فعلا دقیق نیست که نقطه‌های فروش سیم کارت‌ها دوباره فعال می‌شوند یا نه، اما طبق اطلاع دریافتی حق فروش سیم کارت‌ها تنها به شرکت‌های علاهده واگذار می‌شود. یک همصحبت ما در شرکت‌های موبیلی که نخواست نامش افشا شود گفت بر اساس دستور خدمات باید تمام فعالیت نقطه‌های فروش سیم کارت‌ها که به مرکزهای دیلری تعلق دارند موقتا قطع شود. به قبل این همصحبت ما در دستور خدمات علاقه کوتاه این را به عامل‌های امنیتی ربط دادند و گفته نشده است که نقطه‌های فروش سیم کارت دوباره فعال می‌شوند یا خیر. در نظر است که پگاه 2 دکبر این مسئله در خدمات علاقه بررسی شده تقدیر ادامه فعالیت مرکزهای دیلری معلوم شود. در تاجیکستان بنابر اطلاع شرکت‌های موبیلی تا 100 مرکز دیلری فعالیت می‌کند که تقریباً 80% آنها به صاحبکاران انفرادی تعلق دارند و باقی مانده در شکل شرکت‌ها فعالیت می‌کنند. این دیلران به نوبت خود تا 10,000 سوب دیلران را در اختیار دارند. بنا به ارزیابی شرکت‌های موبیلی 80% سیم کارت مشتریان محض توسط دیلران به فروش رفته است. اجازه‌نامه فعالیت مرکزهای دیلری را خدمات علاقه صادر می‌کند. در حالت از کار ماندن مرکزهای دیلری صدها نفر جای کار خود را از دست خواهند داد. با قبل همصحبت ما در یکی از شرکت‌های موبیلی حالا فروش سیم کارت تنها طریق شعبه‌های کار با مشتریان شرکت‌ها صورت می‌گیرد. دستور خدمات علاقه درباره قطع موقتی نقطه‌های فروش سیم کارت در حال صادر می‌شود که بعضی از مرکزهای خدمت رسانی شرکت‌های موبیلی نیز فعالیت خود را در منطقه‌های کشور قطع کردند. شادیبای قادروف یک مسئول مرکز خدمت رسانی شرکت تیسل در شهر کولوب میگوید صبح 1 دکبر به آنها سفارش دادند که در کارگاه‌ها را محکم کرده موقتا فعالیت نکنند. این مسئول شرکت تیسل میگوید آنها را موقتا به رخصتی بیمزد روان کردند. مسئولین خدمات علاقه تاجیکستان رسما از ارائه همه گونه شرح درباره این مسئله خودداری میکنند، اما طبق اطلاع دریافتی از این به بعد فروش سیم کارت ها برای شهروندان تاجیکستان و اتباع خارجی تنها به 2 شرکت آشنا گروپ و اوموبایل داده می شود. مقامات میگویند با این راه بازار فروش سیم کارت تلفن ها را به تنظیم می‌دارند و ساختارهای دولتی درباره هر صاحب تلفن اطلاعات دقیق و رسمی خواهند داشت. تحلیلگران میگویند اگر هدف به تنظیم درآوردن بازار فروش سیم کارت ها است، باید نقصان های جای داشته را حل کرد، نه اینکه فعالیت همه را منع کنند. در تاجیکستان حالا شرکت های بزرگ موبیلی بابیلون، مگافون، تیسل و بیلن فعالیت دارند که تا بهار امسال در مجموع 4,400,000 مشتری داشتند. ساحه مخابرات تاجیکستان تا چند سال پیش از بخش‌های با سرعت رشد کننده اقتصاد کشور محسوب می‌یافت، ولی در 1 سال اخیر 3 شرکت تیسل، مگافون و بیلن از جانب ساختارهای انداز برای مشکل در پرداخت مالیات جریمه شدند. شرکت تیسل گفته است که نیت ترک بازار تاجیکستان را دارد، چون که دیگر فعالیت خود را در این بازار از نظر منفعت‌های مالی بی‌فایده ارزیابی می‌کند.